نادرشاه در نامه‌ای به دربار عثمانی اخطار داد که خاک ایران را ترک کنید. اما دربار عثمانی این شعر را به زبان فارسی برای نادر فرستاد: چو خواهی قشونم نظاره کنی، سحرگه نظر بر ستاره کنی. اگر آل عثمان حیاتم دهد، ز جنگ فرنگی نجاتم دهد. چنانت بکوبم به گرز گران، که یک سر روی تا به مازندران. اما نادرشاه چنین پاسخ داد: چو خورشید سعادت نمایان شود، ستاره ز پیشش گریزان شود. عقاب شکاری نترسد ز بوم، 2 مرد خراسان 200 مرد روم. اگر دست یزدان دهد رونقم، به اسکندریه زنم بیرقم. نادرشاه بزرگ طی سلطنت کوتاه خود پوزه 2 امپراتوری قدر را به خاک مالید: امپراتوری تزار روس و امپراتوری خلافت عثمانی. نادرشاه بزرگم آرزوست.